یک ضرب المثل مردمی است که میگویند بهانه کمپیر گوزین نان جوین و جرغات است. فکر میکنم اکثرتان این را از کلانسالان خود شنیده باشید. پیش از چقچق و صحبت شیرین سلام نامه را برایتان برسانم و میخواهم پیش از صحبتهایم نه تنها سلام بگویم و موضوع را آغاز کنم، بلکه بعضی چیزهایی که لازم هستند با کمک سلام به شما عرض بدارم. گفته خدا رحمتی عویم یعنی بیبیم پاهکی زیاد نزن، گپ تبزن. سلامی پر از سخاوت و مردانگی به انسانهای انسان صفت. سلامی امید به امیدواران و امید پروران. سلام به همزبانان و غیر همزبانان. و یک سلام دیگر به آن بدگهری دنغرگی که سلام بر او حیف است. اما به اونی سلامی امید بخش که روز شود نه نامش ماند و نه نشانش. موضوع امروزه درباره آب جو یعنی پیوه و شعر خواهد بود. برای فهمیدن این موضوع خواهشمندم لطفاً تا آخر نوار تماشا کنید. امروزها زیاد به نظر می رسد که به نام تاجیکان مدرن یعنی تاجیکان نوبرآمد در صحیفه های اینترنتی و صحبت های خصوصی خود همه ای گناه و قفاماندگی و چاپلوس طبیعتی مردم تاجیک را برگردن گذشتگان پر افتخار ما میزنند که گویا آنها تنها به شعر و شاعری مشغول بودند و سبب تنبلی، ناعهده برایی، چاپلوسی، آرام طبیعت بودن جوانان شدند. حالا آنکه این اشتباهی محض است. گذشتگانی پر از افتخار ما هرگز چاپلوس نبوده، در برابر شاعر و شعرگو بودن بهترین قهرمان، جوانمرد، مبارز و در سطح عالی انسانی بودند. فردوسی بزرگ با آن صبر و متانتش هرگز چاپلوسی نکرد. ابو مسلم خراسانی با همه صبر و جانفدایی اش برای مردم تاجیک هرگز چاپلوسی برای خلافت عربی زمانش نکرد. صدرالدین عینی با همه صبر و متانت و علم و دانشش برای حکومت منقطی دورش چاپلوسی نکرد. بزرگان ما اکثرشان شاعر، متفکر، مبارز و قهرمان و علیه ظلم و جبر و باطل بودند. یک ضرب المثل مردمی است که میگویند بهانه کمپیر گوزین نان جوین و جرغات است. فکر میکنم اکثرتان این را از کلانسالان خود شنیده باشید. اینک میگذارم درباره آب جو با تاجیکی و پیوه با روسی و آلمانی ها که بیر میگویند. آب جو در فرهنگ آلمانی ها نه تنها یک شراب است، بلکه قسمی از فرهنگ آنهاست. برای آنها این باعث نشده است که قفا مانده باشند. آنها را آب جو از پیشرفت پس بدارد، چون آنها آب جو را برای آرام کردن خود استفاده میبرند. و شعر نیز برای ما تاجیکان آرام کننده است. مثلا برای من و امثال من شعر این قسم از فرهنگ ماست و این نمیتواند باعث قفاماندگی ما شود. مردم آلمان حتی حزب آب جو نوشی دارند که در انتخابات پارلمانی اشتراک میکند. همه ما و شما میدانیم که شراب به انسان ضرر دارد، انسان را تنبل میکند و از کار و فعالیت باز می‌دارد. با این خصلت‌ها همدارا بودنش مردم آلمان را از پیشرفت علم، جهش کیهانی باز نداشت. چرا؟ چون که آنها این را در جای خود استفاده بردند. با این گفته ها ما نمیخواهیم خدای نخواسته کسی را تشویق به آب جو نوشی یا پیوه نوشی کنیم. مقصد از این گفته ها آن است که قسمتی از فرهنگ تاجیک شعر و شاعری است و یک قسم از فرهنگ آلمان آب جو نوشی است. این نشان می‌دهد که اگر ما شعر را در جای خود درست استفاده بریم و مبارزه و تلاشمان را برای پیشرفت کشور و ملتمان استفاده بریم،
ما نیز پیشرفت خواهیم کرد. شعر سبب قفاماندگی و تنبلی ما نبوده، بلکه سبب پیشرفت و سربلندی ملت ما خواهد شد. چطوری که گذشتگان ما چاپلوسی نکرده سربلندانه زندگی کردند و در پیش هیچ پادشاه ظالم و ستمگر سرخم نکردند. حتی در حالت ضرورت هجرت و ترک وطن را اولا دانسته آزاد و سربلندانه زندگی کردن را انتخاب کردند. مثالش که برای اکثریت دانشمندان ما معلوم است. پیشوای دانشمندان اهل حدیث امام بخاری رحمت الله علیه می باشد. خوب توجه کنید. وقتی که پادشاه زمانش از او طلب می کند که فرزندانش را در تنهایی و در خانه خودش درس بدهد، می گوید درس قانون و قاعده خود را دارد. باید در مدرسه باشد. اگر خواهشمند کسب علم هستید، فرزندانت را به مدرسه بفرست تا مثل دیگران علم بیاموزند و راضی نمی شود که به خانه شاه رفته فرزندان شاه زمانش را در تنهایی درس گوید و نظام و ترتیبات درس را خللدار سازد و قدر معلم را پایان فرارد، حالا آنکه می دانست که این کار سبب بیرون کردنش از بخارای شریف می شود. سربلندی را انتخاب کرد و مقام و مرتبه معلم را ناچیز نساخت که این سبب ناراضی شدن شاه و اخراجش از بخارا گشت. قابل ذکر است که باید یادآوری کنم بعض دانشمندان و شاعران در درگاه شاهان بودند که نه تنها تملق کاری و چاپلوسی کردند، بلکه شاهان خیش را راه راست و هدایت را نشان داده و مردمشان را به قله‌های بلند انسانی، اجتماعی و زندگی مرفه رسانیدند که هم خودشان را نجات دادند هم ملتشان را. بنابراین من هم نمیخواهم که کسی را که لایق ستایش نیست ستایش کنم و کسی را که لایق ستایش است توهین و تحقیر کنم. هرگز سیاه را سفید و سفید را سیاه نمیگویم. چنانه علامه اقبال لاهوری فرموده است: غلامم جز رضای تو نجویم، جز آن راهی که فرمودی نپویم، ولیکن گر به این نادان بگویی خر را اسب تازی گو نگویم. شرح: علامه میخواهد با این شعرش بر دانشنماهایی که میخواهند به او تحمیل کنند که ناکس را کس نشان دهد و کس را ناکس و انتقام موسی را از عیسی گرفته خر را اسب تازی و اسب تازی را خر نشان دهد و چاپلوسی و تملق کاری و تنبلی و مبارز نبودن و خاموش بودن در برابر ظلم و ستم را تأثیر شعر و شاعری بودن گذشتگان ما میدانند، راضی نشده از قعر دل این شعر را سرایده فریاد نموده است: ای جوانی که این نوار را تا آخرش تماشا کردی، درود به غیرت و صبرت. معلوم است که بی‌طرف نیستی. معلوم است که میخواهی کشورت پیشرفت داشته باشد، مردمت سربلند باشد، با تاجیکستانی بودنت افتخار داشته باشی. در پهن کردن این نواری بنده ای کوچک بی‌طرف نباش، چون امروز علم و صحبت علمی خار شده است و نیاز است که ما برای بلند برداشتن سخن حق صدا بلند کنیم. من به این خلاصه آمدم که در هر نوارم 3 سوال کنم به خاطر بالا رفتنی فهمیش شما و یاد گرفتنی جواب دادن در سوالها، چون ما امروز می توانیم از این نوارها نیز استفاده علمی کنیم. جواب سوالها را در تگ همین نوار نویسید. فراموش نکنید. سوال اول: اینترنت را کدام سال کشف کردند و در کجا؟ سوال دوم: برای پیشرفت کشورتان چی پیشنهاد دارید؟ سوال سوم: در تاجیکستان مردها زیادند یا زنها؟
تا صحبت آینده، خدا نگهدار. فراموش نکنید آبونه شوید و لایک را پخش بکنید. اکثر نفرهایی که نوارها را تماشا میکنند آبونه نیستند. خواهش میکنم آبونه شوید. خدا نگهدار.